توی ویدیوی امروز قراره که هر چی دوستم بخواد براش بخرم. بریم که دوستان رو بهتون نشون بدم. توی این ویدیو قراره علی هر چیزی من بخوام الان بخره. من دوستم آوردم مغازه تا هر چی بخواد براش بخرم. کدوم یکی از اینا رو میخواد؟ یکی از این لپلپا برداشته، لپلپ ایرانی. دیگه مدل ایران نیست. این بار میخواد از این ترقه ها بخره. چسبو بردار، چسبه رو خیلی نیاز داریم. اینو بردار، این خودم هست. این برداشت با اون لپلپ هم برداشت. الان من خودم یانوس یه چیز نخریدم، بعد این کل دکون رو بار کرد. 2 تا انرژیستا خریده فعلا، یه دونه چسب از این طرفا، یه دونه از اون لپلپا. زشت دیگه این چی میشه؟ اینا رو خریدیم. اینم از دوست ما رفته این همه چیز از مغازه خریده. کلا این چیزایی بود که از مغازه خرید. بچه‌ها ما بهش رحم کردم. الان مثلا رحم کرده. خب مثلا رحم کرده اینا رو خریده. اگه رحم نمی‌کرد خدا می‌دونه چی سر ما در میومد. الان بری که ببینی الان چی خریده. لپلپ هم خریده. خب بری ببین این چی توشه. مغازه خیلی شلوغ بود، نتونستیم زیاد اونجا حرف بزنیم. اومدیم اینجا براتون وایس کنیم ببینیم چی توی این چیزایی که این رفیقمون هست خریده. البته کلا یه لپلپی خرید، 2 تا موینی پور، 2 تا انرژیزا، یه ترقه خرید و یه چسب. این هم انرژیزا 2 تا اکسترا خریده بچه‌ها. یعنی 2 تا انرژیزا فعلا بخوریم چون گرم میشه، بعد بریم سراغ آنبایس و چیزایی که خریدیم بهتون نشون بدیم. بچه وقتی دختر این ناخون نداره، من ناخونم. بچه داره دروغ میگه، من ناخون ندارم، خودش ناخون داره. نه ناخونم. آنبایس موینی پور و انرژیزا. حالا بریم بخوریم دیگه گرم میشه. سلام بچه‌ها، اسپانسر این ویدیو هم تاریباری است. خیلی آنلاین شاپ خوبیه، ارسال به تمام نقاط کشور هم دارن. جنساتون هم خیلی با کیفیته، حتما ازشون خرید کنید. کلی ماچا، انواع چایا دارن، ماچایی که خیلی رسیدن اونجا با بهترین کیفیتش آوردن، حتما ازشون خرید کنید. لینک فروش اینستاگرامشون توی دیسکریپشن هست، حتما برید ازشون خرید کنید. حالا بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. خب حالا میخواد لپلپی که خریده رو آنبایس کنه، چون بچه شده. لپلپ تر ایران، نگاه کنید لپلپ تر ایران آنبایس کنه. رضا پیشرو وطنی. مشکل داریم ما داریم زحمت میکشیم. ایرانی بازش کن اینجا. اول کلاش بعد پاشو کن، بعد وقت فلج شد. پاشو کن اصلا تا وارد شد. قصد کن سریع. اگه این لذت رو آنباکس داشت خودم آنباکسش میکردم، چرا میدادم به تو؟ باز کن، یه لپتاپی میخوای باز کنی. خدا نمیشه. بسته بندی ایران خیلی چرته. چرت ایران. باز کن نیم ساعت 40 ساعت. بازم به خودم یه خیلی پوستش سفید. عجب آدمی. باز کن اینجا تخماقی بکن باز میشه. باز شد بچه‌ها. ببینیم چی توشه. یه دونه از این اسپایدرمنی بتمنی توشه. باز کن تو، باز کن. این چیه؟ ناموسن این چیه توش کردن؟ تکی پلاستیک کردن تو پاچم. سیبیل داره مجسمه است. فقط مجسمه توشه. از این ماشین پاسینکی کوچیک داره بچه‌ها. باز کن دیگه. چی نداره دیگه، پوست خالیه. شاید پوست خالیش از سیب کردن تو پاچمون. همین 3 تا کلم و سیب من کردن تو پاچمون. اینا چیه ناموسن؟ بردار کلش پوست خودت. سیکتی واقعا. الان مرد میگه تو پلاستیکش چی هست؟ دیگه باشه برای خودت. کلا یه دونه از این ترقه ها خریده و یه چسب سیاه. میگه بخوام بمب درست کنم. بمب ساز ناطق محروم. دین دین دین. باشه ما الان باید چیکار کنم؟ این تخم‌مرغ یعنی خب باید تو شام تخم‌مرغ کنی ازش استفاده کنی. بچه‌ها از اسپانسرمون حتما خرید کنید. ماچا و چای خیلی خوبی میارن. خیلی برای این ویدیو هم زحمت کشیدن. حتما یه پیج اینستاگرامشون فالو کنید و ازشون توی دایرکت خرید کنید. بگو دیگه. چی بگم الان؟ بگو از اسپانسر ما خرید کنید. اسپانسر خوبی ما پیدا کردیم و از این کلا رو میده، حتما ازش خرید کنید. اینم تبلیغ دوست ما بود. ویدیو هم تموم شده. تون نره بچه‌ها، چنل رو حتما ساب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید، کامنت بذارید و بیشترین کامنتی که سر این ویدیو گذاشته بشه و ویدیو رو هم لایک کرده باشه و چنل هم ساب کرده باشه برنده 100,000 تومان میشه. پس حتما شانستون رو امتحان کنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار بچه‌ها. اینا تو این ویدیو خوشبخت بود. خداحافظ.